عجیب و غیر قابل باور در کنسرت جدید شرافت پروانی کنسرتش به هم خورد. جنگ افغانها در کشور آلمان و در جریان کنسرت شرافت پروانی گله و شکایت شرافت پروانی از تمامی دوستداران و طرفدارانش. شرافت پروانی چرا خواسته در اروپا کنسرتهایش را برگزار کند و گفتنی های مهراج وفا هنرمند محلی خان. من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم و یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. شرافت پروانی هنرمند محلی خان چهره شناخته شده و مطرح در میان هنرمندان افغانستان است. علاقه‌مندان و طرفداران خاص خودش را داشته است. شرافت پروانی عاشقانه هنر موسیقیش را در میان مردم افغانستان گسترش داد. مدت 10 سال می شود آهنگ می سراید. آهنگ شرافت پروانی را محبوب ساخت. آهنگ لا 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 بود. وی بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان رخت مهاجرت به کشور امریکا است. خانواده شرافت پروانی در افغانستان است. وی ازدواج کرده است و دارای 5 فرزند است. شرافت پروانی در کشور جرمنی کنسرت های جدیدش را برگزار می کند که مورد حمایت گسترده افغان ها قرار گرفته است. این همه در حالی است که شرافت پروانی تازه توانسته است به اروپا بیاید، اما کنسرت های شرافت پروانی در اروپا بار انتقادات را به همراه داشته است و جنگ جدال افغان ها در کنسرت هایش نقد و نظر فراوانی داشته است. اما شرافت پروانی آهنگهایش بارها مورد حمایت گسترده افغان ها قرار می گیرد. من هم آرزوی خوشبختی، سعادت و موفقیت برای شرافت پروانی با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. دوستداران و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان شرافت پروانی به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر، بدرود.